درود دوستان ارجمند، باز هم به دیداری هم رسیدیم. باز هم برنامه فضا پیشنهاد شما می شود و امروز برنامه رو با یک آهنگ خیلی خاصه، با یک نوازش خیلی فورم آغاز کردیم و دوستان عزیز باید گفت که در برنامه امروزه فضا هنرمندان خیلی محبوب که هم در تاجیکستان و هم در ازبکستان آنها را میشناسند، معروف هستند، حضور دارند. هنرمندان از کشور دوست و برادر همسایه ازبکستان حالا به برنامه فضا حضور آوردند که حضورشان را خوش آمدید میگویم. باید گفت که مهمانان امروزه برنامه ما هستند پروفسور، دیرکتور مرکز صنعت مقام ازبکستان صاحب بگمتوف و همچنین هنرمند مردمی تاجیکستان و ازبکستان مطلوبه دادابویوا و همچنین هنرمند خلقی ازبکستان عبدالاحد عبدالرشیدوف، هنرمند شایسته ازبکستان عبدالرحمن خلتاجیف، هنرمند شایسته ازبکستان احمد جان دادایف، مراد جان جمعیف اینجا حضور دارند. همچنین هنرمند خلقی تاجیکستان عبدالولی عبدالرشیدوف. و برنامه ما نور آوردید. خرسند هستیم که امروز در یک سفره هستیم و یک صحبت دوستانه، یک صحبت عاشقانه، یک صحبتی که اطراف هنر، اطراف رابطه های مشترک تاجیکستان و ازبکستان است صحبت خواهیم آراست. بیاید سر اول درباره همین تاثیراتی که امروز از تاجیکستان برداشتید حرف زنیم. دوشنبه عزیز رو چگونه دریافتید؟ سلام علیکم دوستان عزیز، برادران عزیز. ما امروز از ازبکستان آمده ایم. ما میدانیم که هر دو خلق یک خلق در دو زبان سخن میکند. شکرانه میکنیم که امکانیت پیدا کردیم تا بعد دوشنبه تشریف آوریم. ما به نهایت خرسند هستیم که دو کشوری با هم دوست و برادریم و فرهنگ و مدنیت یک رنگ داریم. اولا من همین رو گفتنیم که اگر دو خلق رو دلشان یک باشد همه چی رو پیدا کرده میگیرند. با مانند آنه که در دل ما و شما مقام گفتنی معجزه است و آن را جدا کردن غیر امکان است. میان خلق تاجیک و ازبک اجرایش ژانر مقام یک رنگ است. برای ما یک امکانیت شد که در دل تاجیکستان شهری عزیز دوشنبه مقام خلقی ازبک را با همراهی صنعتکاران نشان دهیم، چون سرایندگان ما و سراینده های خلق تاجیک به هم مانندی و علاقه بی‌مثل دارند. در سالهای اخیر به این صنعت موسیقی توجه بیشتر ظاهر می‌گردد. تا جای ما میدانیم پرزیدنت مملکت شما محترم امامعلی رحمان 12 می را روز شش مقام اعلان کردند. این اقدام خوب است وقتی که به صنعت اصلی خود ارج میگذاریم. وقتی که صنعتکاران خود را احترام مینماییم، این برای هنرمندان و خلق تاجیک باید باعث افتخار و سربلندی باشد. ما از این منبر بلند میگوییم که پرزیدنت ما نیز به شش مقام توجه خاص دارند و این ژانر را به مرتبه بلند میبردارند. روز شش مقام برای مردم تاجیک و هنرمندان مقام سرا مبارک باشد. اگر چقدر که سرایندگان شش مقام را اثرهای عظیم را اجرا کنند، این نعمت بزرگ است و باور داریم که شهرتیار میگردند. بیوک نعمتان بهره‌مند بولورد. تشکر زیاد. مطلوب اپا. خب چند بار است که به دوشنبه میآیید؟ حسابش نیست. خانه خودتون؟ خود خانه خودم برای من در تاشکند خیلی زندگانی کنم. قلبی منم به این تاجیکستان وابسته داریم، چون که فرزند من در اینجا، فرزند کلان من در اینجا، نبیره های من در اینجاست. از همین فرصت فایده بریده من بسیار رحمت کلان به پرزیدنت ها برای چی با ما این شرایط ها را مهیا کردند. من این روزهای ناز با ما واخر کردی ساده این شنقه بر بخت که میسر بگم من که تاجیکستان خلق حافظه معروف خوجه بهادر. برای من بختی بزرگ بود وقتی که از استادی صنعت تاجیک و مانند معروف خوجه بهادروف برای پیشروی صنعتم دعا میگرفتم و امروز به مرتبه بلند رسیدم و استاد شده به شاگردانم درس میگویم و این برایم باعث افتخار است. کته اورن تتده. بار دیگر خوش آمدید به دوشنبه عزیز، به خانه خودتان. اینجا شما بیگانه نیستید و باید درباره همین رابطه های مشترک تاجیکستان و ازبکستان حرف میزنیم. همین صنعت شش مقام با شرافت کشور تاجیکستان و ازبکستان
در روی خط یونسکو داخل شد و یکی از صنعت هایی که واقعا من فکر میکنم در دنیا مثل و مانندش نیست. و امروز همین دو کشور برای پیشرفت همین صنعت، برای باز هم رشد دادن همین صنعت تلاش کرده ایستادند. فستیوال های گوناگون هم در ازبکستان هم در تاجیکستان برگزار میگردد. هنرمندان یک جای سرود آماده میکنند، یک جای ترانه میخوانند. بعد درباره این رابطه های مشترک حرف میزنیم. تا امروز چه کارهای مشترک انجام داده شد؟ سوی بیگماتوف یک و با معلمه مطلب نداباید یک نیت داشتن که ما بیایم در تاجیکستان. با کدام سبب؟ اینجا هم یک سبب هست. معلمه با دستگیری پرزیدنت محترم ما عنوان خیلی برجسته هنرپیشه خلقی تاجیکستان معلمه صنعت موسیقی کلاسیکی رو هم به زبان ازبکی هم به زبان تاجیکی در ازبکستان معرفی میکند، رشد میکرد، انکشاف میکرد. از این چیز همه افتخار هستند. پرزیدنت ما صنعت شش مقام رو دستگیری کردن و از همون روز سر کرده توجه به صنعت شش مقام با همه ما تاثیر کرد و ما همین بود که ما یک اقدام گرفتیم و یک مکتب مخصوصی شش مقام اکادمی مقام رو تاسیس دادیم. با توسط اکادمی ما هم از یک جهت هم با تربیه متخصصان جوان مشغول بودیم و هم با همکاری با ازبکستان در کنسرت های در خارجه بسیار کنسرت میدادیم. در ازبکستان در تاجیکستان هم خیلی کنسرت ها دوام میدیم و امروز هم این همکاری ما ادامه دارد. من یکی از همون همکاری های ما امروز همین کنسرت امروز همین برنامه‌ای که هست در اینجا. بله و همین یک همکاری مشترک است. امروز معلمه جان با چی دستاویز به برنامه فضا آمدید و بهر بیننده تلویزیون سفینه چی ترانه را پیشنهاد میکنید؟ من حاضر فکرم دیگر شد. من یک سرود دیگر خواندن بودم، لیکن حاضر درباره شش مقام 45 سال شد که ما در مقام کار میکنیم. برای همین ما حاضر با احمد جان ددایف سرخبار دوگاه از سرخبار دوگاه ششم ترانش کمتر اجرا میکنیم. احمد جان معلش مرحمت.
صداتون هیچگاه خسته نباشد. و فروغ فرخزاد یکی از شاعران محبوب میگوید تنها صداست که میماند. دوستی این دو ملت در تاریخ خیلی زیاد اومده، چون که عبدالرحمن جامی با علیشیر نوایی خیلی با هم قرین بودن، شاگرد استاد بودن و همین دوستی تا به امروز ادامه یافت میان ادیبان، میان هنرمندان تاجیک و ازبکستان. هرگاه که استاد میرزا ترسونزاده به تاشکند میرفتن، حتما که میرفتن به دیدار زلفیه و این رابطه دوستی آنها زیاد ادامه کرد. من دیروز یک مقاله خواندم درباره دوستی این دو شاعر. بیهوده شاعر تاجیک میرزا ترسونزاده نگفته است تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. بیا درباره دوستی حرف میزنیم. акнун мо дар бораи робитаҳои дӯстии ин ду халқ бахусус шоиронамон ҳарф мезанем. абдураҳмони ҷомӣ, алишер навоӣ, шералӣ сокин, мирзо турсунзода, зулфия ва ё дар мо ҳаст абдулло ҳорифов. бинед ки онҳо аз як урфу одат ҳарф мезананд. навиштаҳояшон таҷассумгари ду халқу миллатро дар бар мегирад. инро дӯстии ҳақиқӣ мегӯянд. ин анъанаро шоирони замони имрӯз идома дода истодаанд. акнун анъанаи онҳоро дар муқоисаи сарояндагон мебинем ки онҳо чӣ гуна идома дода истодаанд. ин ду халқро анъанааш амингуна аст. мисол дар тоҷикистон академияи мақом аст, дар мо консерватория ва ё маркази мақомхонон вуҷуд дорад. ин равнақу ривоҷи санъат аст, суруд аст, шеъру рубоӣ аст ки мо бемуболиға мегӯем ва ин ҳама дар ҳоли рушд аст. инро мегӯянд анъана ва пешрафти кор. پیش از آنی که حالا ما برنامه را شروع کنیم یک ترانه تاجیکی رو آماده کرده شدم. دیدم اینجا ای نگاری نازنین. همینجا ما با شما چند متنش رو درست کردیم. بعضی هر دو ما میخوانید؟ بیاد خوبتر از شما خوانید ما گوش کنیم. بله بله. یک دم بار نزدم بشین از آن لبان بوسبیده دیل مرا غصه ای جانی من جنانی من از آن لبان بوسبیده دیل مرا غصه ای جانی من جنانی من لبان بوسبیده دیل مرا غصه مده ای جانی من جنانی من از آن لبان بوسبیده دیل مرا غصه مده ای جانی من جنانی من آفرین آفرین. واقعا هم زیبا بود. همین روز تمرین کردید؟ حاضر خودش در همینجا. بهترین واقعا هم خیلی زیبا بود و تاثیر بخش بود. اینجا احمد جانکو بغیر از اونه که به نوازندگی مشغول هستند همچنین ترانه نیز میخوانند. همینطور احمد جان نه تنها نوازنده است بلکه استعدادی ناتکراری ششمقام سرایی دارد. من با 3 نفر نوازنده که میبینید در همه چاره‌بینی ها و کنسرت ها اشتراک میورزم و آنها از نگاه موسیقی به من کمک میرسانند. ششمقام سرایی مشکل است و آنها هنگام نوازش کردن به خطاگی راه نمیدهند. برای اجرای سرودهای کلاسیکی دیاپازونی بلند داشتن لازم است و هنگام اجرای آن ممکن است که غزل را فراموش کنیم.
баъзан мешавад ки дар ҳаяҷону изтиробам ва мумкин аст ки ғазалро фаромӯш кунам, вале дар ҳолати душворӣ дӯстонам навозандаҳои беҳтаринам аҳмадҷон, абдулаҳадҷон, абдураҳмонҷон ба ман кӯмак мерасонанд, дастгирӣ мекунанд. аҳмадҷон хусусияти хуби дигар дорад ки бениҳоят асарҳои хуб эҷод мекунад. оҳангсози хуб аст, бо ӯ кор кардан роҳат мебахшад. ӯ бениҳоят санъаткори серкору серташвиш аст ва дар кораш ҳамту надорад. дар ин ҷо абдураҳмонам бениҳоят мутриби хуб аст, оҳанг эҷод мекунад. акнун ба абдулаҳадҷон низ гап надорам, яке аз дигаре хубтару беҳтар аст. ҳамаи мутрибонам шоистаи аҳсану офаринанд. абдулаҳад як илҳоми ногаҳонӣ дорад. вақте ки эҷодаш пайдо мешавад, мегӯяд дадабое ва лабай гӯям, ин ҷо биё ҳамин мусиқӣ ва ё ҷумларо илова мекунӣ. ман дар ин ҳолат ҳаракат мекунам ки ин гуна инсонро суханашро дар замин нагузорам, чунки чунин инсонҳо каманд. ман ба тоҷикистон омадам ва имрӯз якдигарро муаррифӣ мекунем. насиб бошад ба наздикӣ консерт дорем ва барои мухлисонамон аз сидқ месароем. дар тоҷикистонам мардуми узбекзабон зиёд аст. аз ин хотир барои мардуми тоҷику узбек хизмат мекунем ва аз фурсат истифода бурда пеши мутрибонамон сари таъзим фурӯ меорам. бигзор шӯҳрату маҳбубиятатон аз ин ҳам зиёд гардад. дар пушти пардаи навор шогирдам Фазилатхон қарор доранд ва мо ҳама аз санъати шумо мефахрем. ман мегӯям ки бигзор мақоми мо ҳамеша зиндаву ҷовидон монад ва намиранда бошад. ҳамеша мо ин меросро пос медорем. ва ҳоло омодаем ки ягон оҳанг як навозиши форам бишнавем.
نوازش‌ها از جانب هنرمندان ازبکستان که تاجیکستان میشود آنها رو فرق کردن غیر امکان است. این هم از همون فرهنگ مشترک، از همون رابطه‌های مشترک تاجیکستان و ازبکستان درک می‌دهد. در سرشوی چنگ نواختند عبدالرحمن خلتاجیف و یکی آهنگ‌هایی بود که امروز توسط رادیوی ما صدا می‌تید بله. و با همه ما شناخته است همین آهنگ و این یک در صدای همون چنگ یک رمزی پیدا شده. یعنی عادتا در سرشوی برنامه‌های رادیو از همین شروع می‌شد، هم در ازبکستان هم در اینجا وقتا و برای هر وقتی که چنگ صدا می‌تید میگه که هم این عادت اصلا این آهنگی فخرالدین صادق است. با فکرم فخرالدین صادق است استاد عبدالرحمن خلتاجی و گویا که این علاقه یک مال هم خلق ازبک است هم خلق تاجیک است. مثل همین مقام همین آهنگ همش یک فقط سخن‌ها دیگر با زبانی ازبکی و با زبانی تاجیکی صدا میده. من همین حاضر احمد جان داداyev که از اجرا کردن دوگاه حسینی این هم با زبانی تاجیکی میخونه هم با زبانی ازبکی و هم در ازبکستان هم در تاجیکستان خیلی پخش شده است. در اونجا خونم اظهار خرسندی میکنن، یعنی آهی دل میکشن که عاشق خوب خواند در اینجا هم در اونجا هم خیلی. و همین اسباب موسیقی هنگامی که مثلا صدایش میبراید به تارهای دل ناخن میزند، چنان فارم است، چنان به مغز و استخوان انسان تاثیر میکند که کس از شنیدنش لذت میبرد و همین یک معجزه ناتکرار دارد. باز یک تا چیز است، من از اسکریپت کنم وقتا نه از ما قبل از اینم گفتم غیجک و فرقش چیه در اینجا ببینید. از نوازش‌ها در نوازش‌ها پرده‌های طبیعی پرده صدا داد، یعنی فرق نیست و ساز چی است و غیجک است یا مثلا تنبور است، دوتار است یا دیگر اسکریپت است، دیگر چیز است. مهمش در خودی دل آدم. بله. همون اون چیزی که دل آدم و باید درد دل خودش رو توسط یکی از سازهای موسیقی برآورد کند. همون ساز موسیقی که آدم میتواند نازکی‌های موسیقی خود را اظهار کند همون ساز قبول میشود و یکی از همون سازها غیجک است. باز چه ارمغانی داریم امروز برای بیننده تلویزیونی سفینه؟ من عبدالرحمن خلتاجی با چنگ، احمد جان داداyev غیجک و نهایت باز یک دوستی ما عزیزی ما هم فامیلی ما هستند. بسیارا میگن که شما یک وای دارید، خویشگری دارید. ما میگیم که برادر عزیزی ما هستند و یک جای ما همه کسا ما در یک زمان در یک شعبه اولینی در کنسرواتوری تاشکند به نام مختار اشرفی هم وقتا شعبه موسیقی شرق مینامیدند و در شعبه موسیقی شرق من صاحب جان بیگماتوف به عنوان موسیقی شناسی میخوندم و ما هر چهاری ما در شعبه ششمخام و من 5 سال تحصیل کردیم، خط نمودیم و امروز من در تاجیکستان هستم، آنها در ازبکستان خدمت میکنیم و در هر جایی که باشه ما کوشش داریم که صنعت ششمخام رو تا اون اندازه‌ای باشد سهم خودمون رو در رشد رونق آن گذاریم. عبدالاحد عبدالرشید یکی از هنرمندان خیلی شناخته هستند. خب شما میشناسید از توسط تلویزیون و توسط من اینترنت و امروز دیگر یکی از نوازانی که هستند که در آسیا مرکزی شاید در جهان خیلی معروف هستند و سطح نوازش خیلی خوب دارند، یعنی احساس خوب دارند و موسیقی صنعت ششمخام رو به درجه خیلی استادانه اجرا میکنم. میخواستم که عبدالاحد عبدالرشید یکی از همون آهنگایی که میخواسته اشون رو اجرا کنن امروز. خب مرحمت.
چی غیجک بود چی نای بود پرده های طبیعی بود. بله. یعنی پرده طبیعی چی گفتنه؟ یعنی با زبانی اگر عادی گویم پرده جزیر یعنی وایران گفتنی است. در ازبک ها این یاوای پرده میگن. پرده های ساز موسیقی ما امروز بعد از آموختن شناخته شدن موسیقی جهانی گوشهای ما با همون پرده های تازه تربیت یافتگی. بعضن آدما میگن که این پرده برو مسعود است کو میگن هم خیلی مثلا شعب با تنبور مینواختن تنبور شعب اگر ببینید که سازی عموما درست نداشت فقط دو تا پرده دائم درست است. این اکتاو و کوارتا کوینتا یعنی پرده‌ای هستن که در ما زر پرده میگن. پرده‌ای که نباید ویران باشد تازه باید باشد. لیکن بین همین زر پرده در موسیقی ما این طبیعی پرده میگن به همون موسیقی ما لایق. و حاضر عبدالله حاضر بعضی پرده‌ای از همون زینه کم چند فایز کم پستر مینوازن دیگر شنونده اگر سامعش تربیت موسیقی اروپایی داشته باشد میگه که این فالش نواخته است. یکی غیجک هم خیلی فالش نواخته یکی شعب با تنبور مینواختن میگه که این چه که فالش نواخته چون که تربیت آنها دیگر از گوش آنها دیگر است. بله. لیکن ما وقتی که مینوازیم گوش میکنیم آدمایی که شخصانی که مثلا در مکتب یا که در کنسرواتوار تربیت عمومی میابن مثلا با در هوای موسیقی شرقی بله در پرده تازه بعضا مینوازنده که کیفیتی همون آهنگ نمیبراید. بله. باز ببینید هم غیجک هم چنگ هم خیلی این من نیست کردم چنگ هم خیلی این همه چیز این باید اگر برابری نباشد که باید آهنگ هم صدا نمیتید. بله. باز من نوروز عجم چخیل بود صدا داد. اینا همش با تأثیری پرده های طبیعی است. همین نوازش هایی که میشود مثلا همین آهنگ رو حالا نواختن اگر یک بار دیگر نوازن از این نواختهشون فرق میکنه؟ یک خیر نمی‌نوازن هیچ وقت. میدونید این موسیقی ما الهام است. بله. مثلا الهام من حاضر من خودم مثلا یک چیز مینوازم بعد از این همون زمان با همین نوازم من تمام دیگر مینوازم. عبدالحد عبدالرشیدов қандай кани бубинем ба саволи мо чӣ гуна ҷавоб медиҳад. ба душанбе тамошо кардед, илҳом гирифтед ва найро ба дараҷаи аъло менавозед. ростӣ вақте менавозед қалбҳо ба завқ меоянд. кани як тарона сароед маҳорататонро бубинем. iltimos qilib ko'ring-chi. Siz tamada sifatida ey sabolim borayim sarvi huramonim ey sabolim borayim sarvi huramonim anendim parda ey sabolim borib sarvi huramonim سه نام خواند یعنی نشان دادن است که چقدر هم با پرده های طبیعی پرده چقدر تاثیرناک است. بله. این خصوصیتی موسیقی کلاسیکی ما هست. بله. همین بود که آدم شنونده گوش کرده کیفیت می‌بردن. بله و واقعا امروز در حضور شما خیلی لذت بردم از نوازش‌هایی که شد از ترانه‌هایی که امروز در این برنامه سروده شد و افتخاری همصحبتی با شما برایم امروز دست داد که از این خوشحال هستم. بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم به تلویزیون سفینه، به برنامه فضا، به تاجیکستانی عزیز. بگذار که هر روز در همینجا باشید، هر روز با هم باشیم و هر روز ترانه‌های زیبای شما رو بشنویم. برای بیننده تلویزیون سفینه در آخر برنامه چه ترانه پیشنهاد میکنید؟ عبدالله جان به من الهام دادند که
نیم پرده گفتن تنبور پرده گویم میشد عبدولی جان همین خیلی گویم میشد می چون که حقیقتا همین پیشینه ها سرودهای مقام کلاسیکی رو در تنبور و در دایره اجرا کردگی. دوستان عزیز همینجا به فرجام برنامه فضا رسیدیم. یادآور میشم که در برنامه امروزه ما حضور داشتن هنرمندان محبوب کشور ازبکستان. حالا ترانه دلنشین رو میشنویم. Yeah.
دار